بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و درود بر شما خوبان، شما عزیزانی که ما رو همراهی میکنید در شناخت یا بازشناخت هویت خودمون، بازشناخت اینی که ما کی بودیم، چه شدیم، کجا رسیدیم، چرا نباید همون شاخصه هایی که در تاریخ بودیم باشیم، چرا ما عقب نشینی کردیم، چه چیزی باعث این شد که در جامعه ما یک نوع جهالت و نادانی نهادینه بشه در وقتی که در حالی که ما شاخصه های علم و اندیشه بودیم. چه خوش گفت اون شاعر خوش زبان وقتی که فرمودند نباشد مثل ایران در جهان، نگینی که نیاید در بیان. چو باغی شگفته ایران زمین، بهشتی برین است این سرزمین. چه دارد مردمانی نیک نام، بماند نام ایران همیشه جاودان. گویم اینک از بزرگان وطن، از دلیر مردان این مرز کهن. وقتی که در تاریخ خودمون نگاه میکنیم در سده‌های ابتدایی که اسلام اومد و یک جنبش بزرگ آموزشی و فرهنگی رو در جامعه ما نهادینه کرد، در اون زمانها، در اون سده‌ها، وقتی که ما تونستیم از اسارت و بردگی پادشاهان ستمگر و زورگو رهایی پیدا کنیم، ما چه شخصیت‌های بزرگ و چه نامدارهایی رو در تاریخ خودمون داشتیم که تا امروز بشریت به اونها افتخار میکنه. امثال ابو سهل فضل ابن نوبخت از خاندان نوبختی ستاره شناس بود، کتابدار هارون الرشید بود. ابو موسی جابر ابن حیان اهل توس شیمیدان و کانی شناس و ستاره شناس. بچه های بنو موسی محمد و احمد و حسن که در سده سوم بچه های خراسان مهندس میکانیک، هندسه دان و ریاضیدان بودند. سهل تبری از بچه های تبرستان ستاره شناس پزشک از شمال. احمد نهاوندی از جندی شاپور ستاره شناس و همچنین به صلاح شخصیت‌هایی مثل خالد ابن عبدالملک از اهل مرو در خراسان بزرگ و از زمان خلیفه عباسی مأمون که ستاره شناس بود و پدرشون هم منجم بودند. اون روزها ستاره شناسی یه چیزی بود که پادشاهان و مراکز سلطنت از اون زیاد استفاده می‌کردند و نیازمند یک ستاره شناس هم بود که باید یک ریاضیدان فریخته‌ای باشه و در سطح بالایی. محمد ابن فرخان تبری هم ستاره شناس و نجوم شناسی بودند. علی ابن سهل تبری مؤلف فردوس الحکمه در پزشکی و هواشناسی و نجوم و محمد ماهانی اهل ماهان کرمان خودمون ریاضیدان و ستاره شناس و مهندس بودند. فضل تبریزی ریاضیدان، هندسه شناس و ستاره شناس و ابوبکر رازی فیزیکدان، شیمیدان، پزشک، مهندس، فیلسوف که بهشون میگفتن کاشف الکل که به اصطلاح در همه فنون مهارت داشته باشند. احمد دینوری از دینور اصفهان ستاره شناس، مورخ، ریاضیدان، گیاهشناس و نویسنده و لغت نویس ماهری بودند. محمد ابن لوره اهل اصفهان که در فهرست ابن ندیم از جمله مهندسان و محاسبان از ایشون یاد میشه. در سده چهارم مثلا ابو سهل رستم کوهی رو داریم، ریاضیدان، مهندس، ستاره شناس. وی رهبر ستاره شناسان در رصدخانه‌ای بود که شرف الدوله دیلمی ساخته بودند. و همچنین از مردم ساغان مرو محمد ساغانی رو داریم، ابو حامد ریاضیدان، ستاره شناس، مخترع و سازنده استرلاب و دیگر ابزارهای نجومی. وقتی بیاییم به اصطلاح این میدان بزرگ علم و اندیشه رو در کشورمون فقط مرور کنیم، اسمهای بسیار بسیاری رو ما میبینیم، مثل ابو ریحان بیرونی ایرانی نژاد زاده خوارزم، ریاضیدان، زمینشناس، جغرافیدان، جهانگرد، فیلسوف، نظری پرداز در علوم طبیعت و دانشمند علوم تجربی.
عمر خیام رو داریم، زاده نیشابور، ریاضیدان، ستاره شناس، شاعر و فیلسوف. بدیع استرلابی اهل اصفهان رو داریم، ستاره شناس و سازنده استرلاب. قطب الدین شیرازی رو داریم، ریاضیدان، ستاره شناس، نور شناس، پزشک و فیلسوف نامی اصفهان. غیاث الدین کاشانی رو داریم، اهل کاشان، ریاضیدان و محاسب. محمد حافظ اصفهانی که بهش میگفتن نتیجه الدوله در سده دهم که ایشون هم در انواع دستگاه‌های مکانیکی رو اختراع کرده بودند. یعنی اینی که ما یک دنیایی از علم و دانش رو رهبری می‌کردیم و داشتیم، اما متاسفانه همه این فخر رو از دست دادیم. حالا بعد از اینی که ما مروری داشتیم از بچه‌های نیشابور افرادی رو ذکر کردیم، یه نامین دیگه هم هست از نیشابور که امروز ایشون رو با خودمون بگیریم. شناسنامه این نامین رو با هم مرور میکنیم. اسمشون هست اسحاق ابو یعقوب، اسم پدرشون ابراهیم، کنیه پدر ابوالحسن. ایشون از بچه‌های نیشابور هستند. بعضی میگن که اصلشون به مرو برمیگرده. در زمان دوره حکومت عباسیان بودند و به عنوان شیخ المشرق و سید الحفاظ از ایشون نام برده میشد. ایشون از به اصطلاح اساتیدشون حضرت امام محمد ابن ادریس شافعی هستند. ایشون از شاگردان امام شافعی شمرده میشن و بسیاری از علمای نامدار اون زمان از جمله شاگردان ایشون هستند، مثل محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح بخاری، امام مسلم نیشابوری کتاب صحیح مسلم رو دارن، ابو عیسی محمد ترمذی صاحب سنن ترمذی، احمد ابن شعیب نسائی صاحب سنن نسائی و ابو محمد ابن قتیبه دینوری. این شخصیت های نامدار از جمله به اصطلاح شاگردان ایشون محسوب میشن. امام ابن راهوی امام علم حدیث و فقه و علم جرح و تعدیل و تفسیر هستند و در به اصطلاح از جمله علمای سرشناس که در تقوا و پرهیزکاری و صدق شاخصه بودند بهشون میگفتن امام الکبیر، امام بزرگ، یا امام بزرگترین امام زمانشون. شیخ المشرق بهشون میگفتن، سید الحفاظ میگفتن، یکی از بزرگترین امامان مسلمون ها به شمار میرن. از اساتید ایشون نامه‌های بسیار بزرگی رو ذکر میکنند. ابن مبارک در کنار اون نامه‌هایی که ما ذکر کردیم، سفیان ابن عیینه، الفضیل ابن عیاض، وکی ابن الجراح، بقیت ابن الولید و یحیی ابن سعید القطان و دهها و صدها نامین دیگر که ایشون از محضر این بزرگان کسب علم و فیض کردند و افراد زیادی هم از ایشون احادیثی رو گرفتند و به اصطلاح که خودشون شاگرد، به اصطلاح میشه گفت که از شاگردان ایشون هستند و احادیثی رو از ایشون روایت کردند که خودشون بعدها از نامه‌های بزرگ تاریخ شمرده میشن، مثل یحیی ابن آدم و مثل امام یحیی ابن معین و مثل امام احمد ابن حنبل که به عنوان ناصر السنه و امام اهل سنت شناخته میشن، و محمد ابن اسماعیل بخاری و مسلم ابن حجاج نیشابوری و ابو داوود و نسائی و غیره که ذکرشون رفت. علما در وصف امام ابن راهوی چه ها گفتند؟ امام احمد میفرمایند، امام احمد حنبل میفرمایند که لم یعبر الجسر الی خراسان مثل اسحاق. کسی به اصطلاح پل رو به طرف خراسان سفر نکرده، نرفته در خراسان، کسی مثل اسحاق ابن راهوی رو نمیشه دید. در حالی که امام احمد ابن حنبل با در بعضی از مسائل علمی با امام ابن راهوی به اصطلاح توافق نظر نداشتند. با این وجود به اصطلاح میگفتند که در خراسان فقیه و دانشمندی مثل ابن راهوی من سراغ ندارم. امام نعیم ابن حماد میگه که
اذا رأیت الخراسانی یتکلم فی اسحاق ابن راهوی فاتهمه فی دینه. اگر یکی از خراسانی ها رو دیدی و تا امروز اگر هر کسی رو دیدی که در مورد امام ابن راهوی مشکل داره، یعنی امام ابن راهوی رو قبول نداره، به خصوص ما فارسی زبانان وقتی که امام خودمون امام ابن اسحاق ابن راهوی رو نشناسیم، میگه اگر کسی دیدی که امام ابن راهوی رو از اهل خراسان دیدی که در مورد بدگویی امام ابن اسحاق ابن راهوی میکنه، بدون که اون دینش مشکل داره. این نمیتونه یک انسان درست، یک انسان متقی یا یک انسان با ایمانی باشه که بیاد به اصطلاح در شأن شخصیت علمی اون روزگار حضرت امام اسحاق راهوی بیاد، ابو اسحاق راهوی بیاد حرفی بزنه. امام خطیب بغدادی میگه که ایشون حدیث، فقه، حفظ، صداقت، ورع و پرهیزگاری و زهد همشون جمع شدن در امام ابن راهوی و سفرهای زیادی داشتن به عراق، به حجاز، به شام، به یمن، به کشورهای مختلف ایشون سفر کردند و کسب فیض و علم کردند از به اصطلاح علمای اون زمان. ابو داود خفاف میگه که سمعت اسحاق ابن راهوی که به اصطلاح به ما حدیث درس میداد و اینا، میفرمودند که ایشون 11,000 حدیث رو به ما املا کردند، به ما میگفتند از حفظشون که ما مینوشتیم. بعد از اون گفت که حالا این احادیث رو ما نوشتیم عزیزان، بیاد یه مروری کنیم که اشتباهی شما ضبط نکرده باشید. از سر نو 11,000 حدیث رو دوباره از حفظشون تکرار کردن و یک دونه اشتباهی هم به اصطلاح نه یه حرفی اضافه گفتن نه یه حرفی کم. یعنی ببینید که چه حفظی داشتن که حتی تا جایی که ابو زرعه رازی میگن که من حافظی مثل امام اسحاق ابن راهوی ندیدم، کسی که در قوت حفظش، در قدرت حفظش اینطور قوی باشه. و ایشون کتاب‌های برای ما به یادگار گذاشتن. از جمله کتاب‌هاشون کتاب مسند هست، یک جمله کتاب‌هاشون کتاب التفسیر الکبیر هست، مصنف هست، الجامع الکبیر هست و جامع صغیر. حالا چرا مهمترین کتابی که ایشون دارن کتاب مسند اسحاق ابن راهوی هست؟ جالب اینجاست که ابن راهوی چون که استاد امام بخاری هست، در اجر کتاب صحیح بخاری با امام بخاری انشالله شریکن. ایشون در یکی از مجالس علمشون که حضرت محمد ابن اسحاق بخاری هم حضور داشتن، به بچه‌هاش گفت، به دانش آموزا، که لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت النبی صلی الله علیه و سلم، کسی از شما همت میکرد و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در یک کتاب به صورت مختصر جمع میکرد، خیلی خوب میشد. این حرف تو ذهن امام بخاری افتاد که من چرا همین کس نباشم و چرا این کارو نکنم، و شروع کردن به جمع کردن احادیث صحیح بخاری که به اصطلاح به تشویق استادشون اسحاق ابن راهوی بود. کتاب مسند اسحاق ابن راهوی وجود داره، الان در کتابخونه ها هست، شما میتونید در هر کتابخونه اون رو پیدا کنید. و جالب هست که این کتاب رو یکی از عزیزان باز هم سرزمین فارسی که از افتخارات جامعه معاصر ما، دکتر عبدالغفور عبدالحق بلوچی از عزیزان شهرستان سراوان خودمون، ایشون این کتاب رو تحقیق کردن و الان در اختیار همه عزیزان هست، میتونن این کتاب رو با تحقیق یکی از فرزندان این سرزمین برن تهیه کنن، بخونن، ازش استفاده کنن و بدونن که ما امامان ما، شخصیت های ما چه کسانی بودن. البته که قصه بسیار جالبی حالا ذکر میکنن، تا چقدر این قصه صحت و سقمش باشه مهم نیست، مهم اینه که زیبایی این قصه بیانگر اون لطافت و محبتی هست که بین اهل علم بود و هست. امام اسحاق ابن راهوی خب از دوستا و نزدیکای امام احمد ابن حنبل بودن، رفته بودن به حج و در اونجا سعی می‌کردند که در به اصطلاح
در محضر علمای بزرگی اون زمان برسونن. جوون بودن. امام احمد زیاد میرفت پیش محمد ابن ادریس شافعی، از اون بسرا استفاده میکرد و یه روزی به امام ابن راهوی گفت که چرا نمیایی با هم بریم پیش این جوون محمد ابن ادریس با اون بحث و مباحثه کنیم، این چیزا یاد بگیریم. میگفتم بابا این که همسن سال خودمون هست، من افرادی مثل ابن عیینه رو بذارم بیام با تو پیش یک جوونی به امر خودمون. گفت بابا ابن عیینه رو بعدا هم میشه دید، اما این فردا میره سفر، اون وقت نمیشه دید، بیاریم یه سری بهش بزنیم. و تشویقش کرد، رفتن اونجا. و اونجا که رفتن خب یک تازه وارد بود برای امام شافعی. خب ابن راهوی کی باشد و اینا اسمش رو شنیده بودن اما نمیشناختن. خب اومد بحث و حرف زود و اینا. امام به شافعی همچین جدی جواب نمیدادن. امام به ابن راهوی یک از رفیقاشون گفت که مردک کمالی نیست ها، اینقدر یه باری نداره که اینقدر تعریفش میکردن. امام شافعی متوجه شد که این جوون به صورت چیزی گفت ها، حالا متوجه نمیشه چی گفت اما بهش برخورد. گفت که ظاهرا شما برای مناظره و بحث اومدید. گفت بله من برای همین اصلا اومدم. گفت که بس چی بگیم، چه موضوع چیه؟ میگه همین قضیه مثلا اینجا که الان مطرحه برای ما که ما اومدیم مکه، تو این خونه های مکه ما کرایه نباید بدیم، این خونه ها مال خداست، مال حرمه، هیچ کسی حق نداره از کسی دیگه به اصطلاح کرایه بگیره. امام شافعی گفتن که نشد. اگر شما نگاه کنید قرآن کریم میفرمایند للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم، از مهاجرانی که از خونه هاشون اینا رو از سرزمینشون بیرون کردن، پس این سرزمین مالکانی داره. اگر نمیشد که نمیگفت که اینا رو از مکه بس هم بیرون کردن، مال خونه هم نیست. یا مثلا در فتح مکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی وارد خونه ابو سفیان بشه در امانه، پس این خونه مال ابو سفیان بود که هر کسی وارد این خونه، پس این خونه یک صاحبی داشت. یا مثلا میگن که حضرت عمر خونه از مالک خونه ای رو به صورت از کسی خونه ای رو خرید که اون رو زندان کرد، بعد از اون به صورت برای کارهای به صورت مدیریت جامعه نیاز به زندان بود، خونه ای رو خرید، پس این خونه صاحبی داشت که اون رو ازش خرید. و امثال این مثال هایی رو آورد. محمد ابن اسحاق آمادگی نداشت و یا مثلا اسحاق ابن راهوی گفت که بابا این چی شد؟ گفت که به هر حال بعضی از تابعین و علمای بزرگ همین حرف منو میزنن، اونا میگن که مثلا اینا مالک نداره و اینا مال حرم هست. شافعی خیلی بهش برخورد، یک جوون اهل علم و دانش. من میگم که قال رسول و قال الله، این میگه که بعضی از علما اینجور گفتن. گفت که اگه کی هستی تو؟ گفت من اسحاق ابن راهوی. میگه تو همون فقیه خراسان هستی که اهل خراسان میگن که فقیه ما اسحاق ابن راهوی است؟ گفت اینجوری میگن، من کاری نیستم. از باب تواضع خودشون گفتن که من در تعجبم از شخصی مثل شما که من میگم خدا و رسولش فرمودن، اون وقت شما میگی که فلان و علان فرمودن. این در لیاقت یک طالب علم نیست. این قصه رو که به تاریخ بعضی‌ها رو نقل میکنن به ما یه درس بسیار مهمی میده که ما در شناخت هویتی خودمون، در شناخت دین خودمون، در شناخت خودمون باید بگیم خدا و رسولش چه گفتن. اینی که بیاد 4 تا مذهب تراش بیان به من بگن که آقا فلانی اینطور گفته، فلان عالم اینطور گفته، فلان آخوند اینطور گفته، فلان نمیدونم اینو گفته. بابا خدا چی گفته؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ اینها برنامه زندگی منه. قال الله و قال الرسول برنامه زندگی منه، نه اینی که فلان آخوند مذهب تراش چی میگه. وقتی که ما بیاییم راه خودمون رو بشناسیم، بیاییم قرآنمون رو بشناسیم، بیاییم پیام خدامون رو بشناسیم، شیوه زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو شیوه زندگی خودمون قرار بدیم، اون وقتی که ما میتونیم به اون مرحله از علم و دانش برسیم، روی غلطک تغییر و تحولات برسیم، مثلا همون کاری که مثلا پدران ما نیاکان ما کردن، مثل اسحاق ابن راهوی، امام ها و بزرگوارانی که ما در این سلسله برنامه ها از اونها یاد میگیریم و تا برگردیم
برگردیم این به اصطلاح مذهب تراشیده شده و این رسم و رسوماتی که برای ما بعدها ساخته شد و ما رو از هویت اصلیمون دور کرد، اینها رو بتراشیم، براده ها رو بندازیم دور، سنباده بزنیم و بیایم رو غلطک بیفتیم و همون مسیر رو ادامه بدیم، مسیری که پدران و نیاکان ما بر اون مسیر رفتن و تونستن در برای بشریت ستاره‌های درخشانی در آسمان علم و دانش باشند. ما هم میتونیم اگر برگردیم به هویت اصلی خودمون، باز یک نامی باشیم، یک جهشی باشیم، یک انقلابی باشیم در میدان علم و اختراع و دانش امروزی و در روند پیشرفت جامعه بشریت ما هم سهمی را ایفا کنیم.